بعضی وقتا فقط باید بزنی به دل جاده، باید دور بشی از روزمرگی، فقط باید بری به دل طبیعت. با دوستات یا خانواده فرقی نمی‌کنه. یا یک سکوت نسبی توجه رو بیارید به حسات، به دریافتات از این فضا. یعنی صدای این آب رو بشنوید، لغز خوردن قلب سخت‌ها رو زیر پاتون ببینید، رقص برگ‌ها رو ببینید، رقص آب رو ببینید، فضا رو حس کنید، بازی نور رو در برمیگرد این بالا آفتر تو طبیعت شروع کنی به راه رفتن، لبخند زدن، دیدن آسمون. اینا چیزای ساده ایه. شاید تو شهرم اینا رو داشته باشی، ولی تو طبیعت یه حس دیگه ای داره. کنار این آب روون و خوب با صدای دلنشینی که داره، خوراک مراقبه و مدیتیشن کردنه. بریم برای دیدن برشی کوتاه از مدیتیشنی که داشتیم. حس کن که این هوا مستقیما داره از برگ‌های درخت میاد تا وارد ریه‌های تو بشه و ریه‌های تو رو سبز کنه. و هر بازدم که انجام میدی دقیقاً دم درخته. این چرخه نفس رو، چرخه یکی شدن با درخت رس کن. همونطور که اجازه میدی انرژیت با درخت یکی بشه، همونطور که اجازه میدی انرژی از ریشه های درخت بالا بیاد و به بدنت متصل بشه، اجازه بده نفست هم به درخت متصل بشه. رقص آب رو بر روی زمین ببینید. ببینید که این آب هیچ تقلایی نمیکنه که به جای خاصی بره، کار خاصی انجام بده، شکل خاصی بگیره، تغییر خاصی انجام بده یا تغییر خاصی رو ایجاد کنه. فقط جاریه، فقط جاریه، مثل نفس فقط جاریست. و میتونی مثل آب بشی، میتونی فقط جاری باشی بدون سعی در ایجاد تغییر، بدون سعی در مالکیت. روز دوم هم شروع شد. پختن یه غذای ساده با دستای خودت میتونه واقعا لذت بخش باشه. هرچند که ساده است، ولی اون رو خودت میپذیری. عمو مسعود چی میپزی برامون؟ ایول ایول همش گوشته، همش گوشته. ببینید اینجا
اینجا همه با هم همکاری میکنن. یکی نون میاره، یکی سفره رو پهن میکنه، یکی غذا رو تقسیم میکنه و همه دست به دست هم برای این همکاری تلاش میکنن. اینجوری هیچ کس خسته نمیشه. سلام میکنیم و باز میکنیم بدن رو آماده برای دریا. خم میشیم به جلو. حالا کمر خم کنید کوتاه کامل. زانو رو خم میکنیم، دست رو میذاریم روی من، پای چپ میره عقب. دوباره روی پای چپ و زانوی پای چپ میاد روی من. دم آنجا نیست. اینجا با دوستان برگشتیم پایین تا توی آب تنی کنیم. راستی این آب خیلی سرده، خیلی سرد، ولی اشکالی نداره. این که تنمون رو بزنیم به یه آب سرد و خودمون رو به چالش بکشیم خیلی به رشد اراده ما و افزایش دیسیپلینمون و تاب‌آوریمون توی زندگی کمک میکنه. خودم هم اولش خیلی برام سخت، ولی وقتی که رفتم توی آب متوجه شدم واقعا بهش نیاز داشتم. در نهایت پیشنهاد من اینه که اگه دوست دارید به طبیعت برگردید، حیوونا رو ببینید، با آب خنک خودتون رو به چالش بکشید و طعم آرامش رو یه بار دیگه بچشید، دعوت میکنم ازتون که توی ریتریت ها و برنامه های طبیعت گردی آینده ما شرکت کنید. اطلاعات بیشتر توی کپشن هست. اونجا میتونید اطلاعاتی که نیازه رو پیدا کنید. چیزی که شخصا توجهم رو در این سفر خیلی جلب کرد این بود که بچه‌ها از آب سرد نمی‌ترسیدن. انگار هیچ ترسی نداشتن. بیایم مثل کودک‌ها و بچه‌ها نترس، شجاع و همیشه در لحظه حال باشیم. با همدیگه زندگی کنیم، با همدیگه بخندیم و در کنار همدیگه خوشبخت باشیم. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد و دنبال آرامشید، دنبال کردن این کانال رو به شما پیشنهاد میکنم. تا دیداری دیگر، بدرود.